میدونی چرا بعضی از خانم‌ها همیشه موفق‌تر و خوشبخت‌تر به نظر میرسن؟ چون اونها روی یک سرمایه درست سرمایه گذاری میکنن، روی خودشون. بیشتر خانم‌ها فکر میکنن برای رشد و پیشرفت نیاز به حمایت دیگران، یه شرایط ایدئال یا حتی یه معجزه دارن. اما واقعیت اینه که بزرگترین تغییر وقتی اتفاق میفته که روی خودت سرمایه گذاری کنی. وقتی روی خودت سرمایه گذاری میکنی، آرامش روانی بیشتری رو تجربه میکنی، به استقلال مالی و عاطفی بیشتری دست پیدا میکنی و چون برای یادگیری و رشدت سرمایه گذاری کردی، بیشتر از قبل خودت رو باور میکنی. حالا چه راهکارهایی وجود داره که بهتر روی خودمون سرمایه گذاری کنیم؟ اولین راهکار اینه که روزی 30 دقیقه مختص به خودت باشی. پادکست مفیدی گوش بده، کتاب بخون یا یه فیلمی که برات لازمه رو مشاهده کن. ژورنال نویسی روزانه رو برای رهایی از افکار محدود کننده فراموش نکن. و همین الان اون مهارتی رو شروع کن که مدت هاست بهش فکر میکنی اما شروعش نکردی. یادت باشه تو تنها کسی هستی که همیشه کنار خودت میمونه. پس وقتش نرسیده که بیشترین سرمایه گذاری رو روی خودت انجام بدی.